بچه واسه تولید محتوا دنبال میکروفون بودم، خودم و دوستم می‌خواستیم ببینیم چی به درد بخوره با یه قیمت اقتصادی. بین دو تا گزینه موندم، هایپریکس کوادکست 2 این دوستمون، الگاتو ویو 0 این دوستمون. من اینا رو بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که گفتم با شما در میون بذارم. از لحاظ ضبط صدا برای استریم کردن، یعنی فقط ستاپی که بخواید گیم بزنید یوتیوب یا تویچ بخواید استریم بکنید، همه برتری‌ها میرسید به الگاتو. از لحاظ آپشن‌ها و فیچرهای مختلفی که وجود داشت، برتری‌ها میرسید به کوادکست، مثل کامپتیبیلیتی با دستگاه‌های مختلف اندروید و غیره که میتونستید راحت وصل بکنید، و نوع دیزاینی که متریال بهتری داشت و پروتکشن شاک ویو داشت که اگه شما رو میز بذارید مثلا لرزش میز یا چیز دیگه‌ای برای صداتون نویز ایجاد نکنه، که البته قابل جدا شدن هم بود. اما این آپشن‌ها رو نداشت، خیلی مردونه و لاتی توی فقط ریکورد صدا بهتر بود، آپشن‌های بهتری داشت، یه دونه برتری خیلی خفن داشت. این نرم افزاری که می‌بینید وقتی اینو می‌خرید براتون وجود داره داخل پکیج و کدش هست، میتونید دانلود بکنید که این اکولایز خیلی خیلی خفن، تنظیمات خیلی درستی داره. در کل واسه استریم می‌خواید تا رنج 12 13 تومن هزینه کنید، الگاتو ویو گزینه‌ای بود که بهش رسیدم.